سلام دوستان، حالتون چطوره؟ این اولین ویدیوی ولاگ منه. ما حالا اومده بودیم به هر دلیلی قزوین، نگم چرا، میخوایم بریم تهران و تورا میخوایم، یعنی من مقصدم که میدونیم دیگه، من بچه مازندرانم. منم گفتم از تهران برم مازندران که تورا نویدو ببینم. بعد از 1.5 سال دوستی گفتم واسهتون ولاگ بگیریم، اون وقت فکرم نویدم داره میگیره. امیدوارم که خوشتون بیاد، تا آخر ویدیو با من همراه باشین و کانال ما رو سابسکرایب کنین. حالا قد میکنیم تو هم ویدیوهامون رو میذاریم و با هم دیگه میبینیم. آقا ما این هتل اقامت داشتیم و الان اومدیم چهارراهی هست، اون گوشیمون رو نزنن. الان اومدیم چهارراهی هست با یه متسابق از کنار رد شد، ترسیدم. الان اومدیم چهارراهی هست، گفتن اونجا باید ماشین بگیری. انشالله که ماشین باشه و بریم سمت تهران که نویدو ببینیم. قزوین خمم نباید داشتم حواسم از جمع باشه. آقا بریم تو راه واسه ویدیو میزنم. الان رسیدیم ترافیک تهران. آقا اینم مهدی رازادی. تازه رسیدیم تهران، 1 ساعت فکر کنم روب تو راه بودیم. ما سی جی آورده بودیم اینجا، الان خودمون اومدیم. حالا بایستیم نوید کجاست. آقا اینم اوکیش هم، اینم مهدی رازادی. آیا هاشمی ما اینجا سی جی آورده بودیم، دوباره تاکید میکنم. حالا نوید نمیدونم کجاست، ولی خب بذار دوربین نکنم. من اساسا پیان ذره اونجا نویده، یه الان نشونتون میدم. اساسا اون نویده، نمیدونم اون کیه کنارش بایستاده. حس بدی دارم به این قضیه. نوید نباید کلش بزرگ باشه. میدان آزادی. زنگ بزنیم سید کجاه، با سید در ارتباط بشیم. اون مورد عوض شد، اون آقا نبود، خدا رو شکر. بریم نوید رو پیدا کنیم ببینیم کجاست. ایناش اینا. سلام. این اینک مسخره هنوز داری؟ اینجوری فیلم میگیرن واسه ولاگ؟ چجوری فیلم میگیرن ها؟ چجوری فیلم میگیرن ها؟ چجوری فیلم میگیرن ها؟ چجوری فیلم میگیرن ها؟ بله اینجوری فیلم میگیرن. آره با دمپایی. داشت من پامو نگاه کن دیگه. اینا زدی ناقص کرده خود. ناخون ندارم دیگه. بریم بشیم نهار رو بزنیم. نهار چیه؟ نهار فرشته. آقا این نویده. اومدیم بالاخره. تو میخوای بذاری این استا؟ این میخوای بذاری این استا؟ نه یوتیوب بخو اینجوری نباید ویدیو میگرفتی. چه خوشتیپه این پسر، چقدر لاغر، از سوی تغذیه داره میمیره. نهار آورد. آره این نویدو حد زدم اونجا داشتم نگاه میکردم. من این زرده رو میبینی داره میره. دیدم گوشی دستشه، گفتم نکنه این نوید باشه. بعد داخل ویدیو گفتم خدایا این نوید باشه من یه باش رفاقت نکنم، کلش خیلی بزرگه. من اونجا دیدم تو اومدی. از اونجا اومدم و به اینجا میرم. به کجا میروی؟ به اینجا میروی؟ کجا بشینیم؟ سایه داره. تو بیا رو پای من بشین. آفتاب دهنه منو سرویس کرد. بچه‌ها نوید چوسناله رو میبینی؟ اونوری فیلم بگیر، کاتش کن اونوری بگیر. اسکل من دقیقا میدونستم. گفتم الان میریم اونجا این اینجوری میکنه. از بس خنگی. من چه میدونم تو یوتیوب بری مملکتی. من تا این دیوار این شفا بده. بسید تاون دیگه.
بزن صورت بزن شبایی. این آقا نوید چیز آورده ویدیو خورش کرفس آورده. خورش کرفس هیولا داشتین آقا پشه کجا میاد؟ پشه داشت خرمک هسته. حالا واسش کنیم این شکل شمایل چیزو داره بیشتر. فرم سبزی قیمه نثار چیه؟ قیمه نثار هم نخوردی؟ خوردم دیروز خوردم. نه ترش مزه نیست. آقا این تهران، ما از گزمین اومدیم. نگیم که چرا گزمین بودیم. راستی آرمان چی میگو؟ آرمان کیه؟ آرمان خان. آقا این خورش قزوین چیه؟ خورش قزوین چیه؟ خورش چی بود؟ خورش قیمه. این کرفس. قیمه خورش نوید کرفس. بریم برای مراحل تستش. چرا دوربینم این فیلم برداری نمیشه؟ حتما باید قطعش کنم. آقا بریم چقدرم گوش داره برای تستش. مزه کرفس میده. کرفس ای دا حساسه نشوش میتونی دستم بمیری اینجا. چجور ببرم تو؟ نوید میبینی عینک مسخرهش. عینک کو اینایی مره. آقای نوید ازت بخورما غذا و بچه‌ها غذامون خیلی چیز سمیه. خودش کرفسه. نوید این آورد. بعد مرغ ولی کرفس. گفتش که بیا بکش بر خودم. تو داداش این ایران داخلش مرغ نبود. گفت آره واسه 1 سال پیشه. گفتم همه اینا جمع می‌کنین؟ گفتش آره. جمع می‌کنیم داخلش غذا می‌ریزیم می‌خوریم. این آقا نویده که دچار سوختگی شده. را بیل زدم. آقا نهار زدیم. آقا این نوید تیک هست. اونم برج میلاده. میلاش برج میلاد تاره معلومی؟ چی اینجوریه؟ کو؟ ما که دقیقا رو من اینو گرفتم. اینه ها اینجاست. برج میلاد خیلی خنگی نوید. تو داریم بریم الان نه برج آزادی بریم توی برج آزادی. تازه منم پلیسا بگیرنمون. اینو سری با هواپیما بیام. هواپیما بیان چه؟ بودیم برج آزادی گرفتنمون دیگه. نه برج میلاد تو جاتون گرفتن. آره. نوید بیشتر توی طویله و آخر و اینا میخواه. پوست صورتش این حالت شده. میلاد چیه؟ ای باورت میشه من برج میلاد نرفتم؟ برمیاد ازت بیا. بیا تو. تو کنم تو فیلم برداری ممنوع بشه. ما چیز کردیم ما نهار بزنیم. بچه گرون بود بلیط نرفتیم. خب اگه گرون بود آره نگاه کنین دیگه نشد از اون بالاش ولو. یه بچه داشت از یه حوضه اون پایین اون حوضه رو میبینی؟ اون بچه داشت آب میخورد. نوید میگفت بریم. میگفت اینجا به بچه ها بگو اینجا به درد نمیخوره. بچه ها نوید میخواد از اون حوضه که داخل جلبک زده آب بخورن. انقدر تشنشه. میگفت هم آب بخورن بزرگ. تشنم بود. خداحافظ برج میلاد. ما اینو سیجی آورده بودم اینجا یادته؟ سیجی روش 2 تا قدم زد رسید به تهش. به خدا می‌خواستی بگی 45 شام بده بری داخل ببینیم چه جوریه. نمیدونم اینا که چیکی بلاک میگیره. میتونم اینجوری میگیرم. به اینجا وایسا از تو فیلم عکس میگیرم. بیا از تو فیلم عکس بگیری؟ من میافتم. هر جا حساب میکنم کور میشیم. بریم. اصلا خوشش نمیاد ازش عکس بگیرم. آقا ما ترمینال خونک نمیدونستیم کجاست. اومدیم اینجا و خواهش تمنا ما رو بخوام ببرن. گفتم بریم ترمینال آزادی. لحظات آخر که نوید توی آرتی رو میبینیم. اینجا هم پایان آزادیه. خداحافظ میدان آزادی. خداحافظ تهران. حالا از لحظه خداحافظی هم براتون فیلم میذارم. خداحافظی. خدا نگهدار. بروسی کنیم. موضوع خودت باش. بچه بایسته من برم.
واسه حرکت کنه بعد برو کمک کده؟ براستی پول دارم کی پس میدی؟ ده سه جیجی؟ آره نمیدونستم کجاست با مثل جیجی ما دوباره خریجشو داریم والا نشد باید سرم شدن من نظر بگیرم چون که داشتیم جو میانیم شما که بازی ویدیو پشتو اومده میشه مازندران هم یه فیلمی دارم و دیگه گود لک